یه سری در مورد فاکتور و ماکتور این چیزا پرسیدن، گفتن به من حق بدید دیگه. همین الان سوال عزیز دیگری هم تو دل همین جواب بدم. گفتن شما که اینا رو افشا کردید چرا قبلا نکردید؟ اولا مسئله پسر آقای قالیباف رو بنده افشا نکردم. آقای سلطانی بودن، آقای یاشار سلطانی افشا کردن. من سوال پرسیدم، گفتم رئیس محترم مجلس به جواب بده. دوما اسناد مربوط به این تراول ها والله تو همین ماه گذشته دست من رسید. وقتی دست بنده رسید من از مشاور رئیس محترم مجلس سوال پرسیدم. یک سوال من دارم از شما، تو دولت قبل بنده از مشاور آقای روحانی از آقای آشنا سوال نمیپرسیدم؟ از مشاورین آقای لاریجانی سوال نمیپرسیدم؟ این تمامیت خواهی خیلی بده. سوال برای دیگران خوب است، سوال فقط برای اصلاح طلبا باشه خوبه؟ کسی دیگه اگه اینطوره بنده نیستم. یا اومدن میگن چرا مثلا خانم آذرپک اومده یه مطلبی رو انتشار داده، سوالی پرسه شما چرا اون ریتوییت کردی؟ ببینید استکبار رو ببینید. چرا شما میگم والا اون مولایی که ما میشناسیمش، اون امیرالمومنین میفرماد انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، با گفته کار داشته باش. ایشون نه، هر کسی دیگه، هر عزیز دیگه یک سوال داره، اصلا سوال هر کسی امروز جامعه شکل گرفته، جوابشو بدید. بد نیست وقتی ایشون اون سوالو پرسیده من دوباره بردارم یه توییت جدید بزنم. میگن مصادره به مطلوب میخوای بکنید مطلب ایشونو از نظر رسانه‌ای، از نظر اخلاق رسانه‌ای، شما که این کارید درست این کار. یه سوال دارم والله، من وقتی داشتم این نامه ها رو نگاه میکردم دقت کردم نامه ها رو جوری کنار هم بچینم که عدد 1 میلیارد رو رد نکنه، که تو ذهن مردم عدد بزرگی ننشینه. فکر کنم شد 700 میلیون، وگرنه یک روند عادی بوده این کار. توضیح ما بخوایم چرا در عصر که پول اسکناس مثلا گیر نمیاری 1% بچه نقد ما الان مسکوکاته و اسکناس ها و سکه هست، بری 3000 قطعه تراول 100,000 تومانی بگیری؟ مگه زمان قاجاره؟ اینا کجا خرج شده؟ نه بس سوال بپرسیم؟ سوال بپرسیم میشیم ضد نظام؟ محترمانه تر از این شما برید ببینید من چجوری، مثلا برادر مشاور محترم بیا بگو اینا چرا اینجوری گرفتی؟ دو به کی اینو دادی؟ یک بنده خدایی توی نمیدونم راهپیمایی مشهد بوده 22 من از رئیس محترم مجلس داره سوال میپرسه، میگه که آقا قصه این چی بود؟ الان کسی جلو شما رو گرفت سوال بپرسید، دارید میپرسید، من باید پاسخگو باشم دیگه. خب ایشون فرمودن این کارت پول بود. من اولا نمیدونم این چیه، من با بحثی در نکته چی بگم، با یه وسیله در مبادلات به اسم پول کارت آشنایی ندارم. خب کارت هدیه عین نامه داره میگه تراول، بعد ما نباید بپرسیم این کجا خرج شده؟ همین الان شما برید بانک ببینید من 20 میلیون پول نقد دارم، شما فرم پولشویی چاپ کنید، پر کنید، چند صد میلیون هیچی. من دیدم که کاربر شبکه‌های اجتماعی زنگ زده سازمان امور مالیاتی، از کارشناسش پرسیده آقا این مصداق پولشویی هست یا نه؟ مصداق فرار مالیاتی هست یا نه؟ فیلمش هست. کارشناس برش بود بله هست. شما از قوه مقننه انتظار چی دارید؟ قانون بذاره برای بقیه؟ انتظار ندید خودش همون قوانین رو رعایت بکنه؟ ببینید این حجمه‌ای که آوردن، نه شما ضد انقلاب شدید، شما رفتید نمیدونم فقط برای اینکه سوال نپرسیم. ما نه به توهین به کسی میکنیم، حجت هم تموم کردیم، سوالامون هم خواهیم پرسید. محترمان ما دنبال تصویب این هستیم در مجلس پیش رو ان شاء الله، شفافیت هزینه کردهای انتخاباتی در تمام دنیا. الان کشور پیشرفته دنیا همینجوره، باید طرف معرفی کنه بگیم پولش از کجا آورده و خرج چی کرده، از کجا آورده، مثل این تراولا نباشه. آبرو حیثیت کشوری برده. اگر $1 پیدا بکنن، 1 سنت که اینا معرفی نکردن. شما در کره جنوبی دیدید یک کیف هدیه گرفته، یک کیف معرفی نکرده، اینو میگن این دوره حزبشون رأی نمیاره.
خب چرا این کشوری که خودش مبانیش دایی دارین، مثلا رهبر انقلاب صراحتا اشاره کردن، بعضی به کشورهای غربی اشاره میکنن این مبانی ماست، امام علی ما اولین بار اینو فرمودن.